4 تا که میتونستم درد خودم میگفتم به اون نفر و امروز بدبخت نمیشدم. این روز در بین جلسه آبروم رفت و پیش روی صنفی هم نتونستم که بسیار درباره موضوع ساده ما معلومات بدم. سلام، من دانش تابان هستم. عزیزای دل، استرس، استراب و فراموش کردن بعضی کلمات در بعضی جایا طبیعی است. عزیزای دل، من یک دوره آموزشی 15 جلسه آموزش‌های فن بیانه اما نکات کلیدیش پشت در پشت چیندیم و آماده کردیم. اگر علاقه‌مند این محتوا هستی و میخوای که در یک ماه بگیری و در زندگی تنها در بخش ایجاد نه که تنها بخش سخنرانی در هر جای زندگی خود ارتقا بکنی و دیدتان بازتر و آگاه تر شود، پس این دوره آموزشی را امروی ما تعقیب بکنیم. وعده ما شما اول سرطان سال روان ساعت 8